کلا رو بذار. تربیه اون مهریه شده چه قسم موقعی؟ مهریه شه والا اختیار در گردن دخترم است ولی باز نمیده صحبت کردم ولی باز در اختیار دادم ما دیشب خودش گپ زدم و مهریه شی بیپرم خب مهریه چند گفته؟ نیست بگو 101 دیگه ما صحبت کنیم خوردی من بخیر من چیز کاره بردیم تو چوک نکو که ما مهریه را زرم کنم کنم تو را بازی میده بازی دیوانی تو دل یکره مهریه 101 سکه 101 تربیه اون را پایین بگویم و پول مول نداری اولی چیزی میزنی عکسی که مون میدیدی تو سطح نمانی تو نگو یک را خواب و کم اما 101 سکه خوبه دیگه نقصی هم خوبه دیگه کم کنید امو را از خیر خوب خوب بیدم های بیل ما صحبت کنم خوب تو تک ما یه دایی تو این ای تک من تک توی این چی بیل ما روش کنم چه از میشه سامو روش کشی من نمیخوام ما نمیشی ما رو بازی بشیم بشیشی من اقل ندیدم بگی تو بشیشی من اقل خودر بلی موی ما میریان روش کنیم 100 سکه دیگه 101 درش بخشیدم از خاطر روی تو اما یاد میشم 4000 میشم مرتب خیلی هنر کردی من تو بچه مسکار پس سکه تو نفرده بگو با 4000 نه به آقا جان اصلا ما نمیداریم چیه؟ بیا این سکار دیگه دمون دیگه یه با کسی تلویزیون کلاس می‌کنی فهمیدی این سکار دیدیم که در تلویزیون اینا 5 6 سکه موقع این جنجال کرده یه سر دودن ای فرنگی این بچه گفتیم 5000 دادم بود پول خورده آورده سکای آورده 25 است هزاری است سکه فهمید نمیدیم سکه چه خمپا شد این چی کجا این سکه تو فکر عزیز به چی نشته کرده مرا کلک میزنی؟ والا کدام چیزی نشته نکرده ای کام ریم دارم ممکن نمی بخیر کجا این سکه بهار داشت سکه بهار زدی باید بهار داشته باشه در قربون رو بهار این دیگه این دی بهار یا آدم تقول چیه تقول این خود چیکه این نمید برج آزادیه فهمیدی باسی به طرف چیکه اونه بهار هستی برد داره چند در هست دارمیدی؟ او اینم اگه دوزده حساب نگیرید اما 99 نیستم دمو پس رای کن از خیر خوب بیشی بچه؟ بیت سرده دوشی میشه باشه بیشی دمو دختر خودت تو بیدی همو خب دیگه این گرد چی بود؟ اینو مکسیمم آره برو تو همو کربلای حالی که گرد سامو شد تخوره مخوره همو بچه دختر که همو صحبت آره یک گپ دیگه آره سازلیه تو صحبت نکنیشی تو رو مرد بگیر ما یعنی ما رو نه تو بیشی اینجا صحبت این مردک باشه این مردک نباشه اوزه تو بیشه میجی خیلی میزد نانی صورت هم میجی بیشه صحبت که تو یه چی رو مردک بیر من دوست مستو بگیرم نه او قدریم شوی تو نمون بناوری تو تلشی از مسا کردنی اما از غم سود پس خریستش لقب بس آره مام تو دیل ما هستم آره خودم مکسیمم خب بایی برو خب آقا جان شروع کنیم یعنی صحبت کنیم صحبت ها رو بزنیم حرفمون بزنیم شما اسمتون چیه؟ اسم من جمعه میشه اسمتون عوض کنیم؟ قشنگ آقونی بود میشه اسمتون عوض کنید داخل سیاز خوشم نمیاد آره بچی نه خب چی میذارین اگه عوض کردیم؟ سه تا اسم بگم از دای این سه تا هر میشه انتخاب جمع لندن، جمع کلا، جمع خیلی نه ولشون همون جمع لنده بهتره بیخته خب بباشن شما چه رنگی دوست دارین؟ ما ایشیل، شطوری، سعود خب اینا چه رنگایی هستن؟ من نمیدونم چیه در زبان ایرانی همون قرمز و صورتی و همین چیزا میشه خب من رنگ بنفش رو دوست دارم بعد ببخشن شما چه غذایی دوست دارین؟ ما آلوی سرخ، کشکه و برگه و لیتی من قیمه پولا دوست دارم نمیدونم غذای پرسین چی ولی انشاءالله یاد میگیرم براتون درست میکنم بعد یه سوال دیگه شما انگیزتون از خواستگاری از اومدن و خواستگاری من چیه؟ میجنگیم
صرف اینا نیزیم از خوش من خانه تر پیدا کردیم همین کاس کرد نه نامگویی نه خب شما انگیزتون از خواستگاری و به اومدن من چیه؟ هیچ انگیزه ندارم یعنی چی؟ یعنی همینجوری علکی اومدی؟ من تو رو در بازار دیدم از تو خوش آمده از بسته‌بندی تو از قیافه تو